با توجه به وضعیت رو به گسترش خرید و فروش خودرو برقی در ایران، فکر میکنید که چه مشاغلی وضعیتشون در خطر قرار میگیره و چه مشاغل جدیدی در پرتو خرید و فروش خودروهای برقی در ایران گسترش پیدا میکنه؟ ببینید، تو خرداد امسال 1403 حدود 140,000 نفر ثبت نام کردن برای خودروی برقی که حالا قراره که 10,000 نفر از اینها انتخاب بشن، چون 10,000 خودرو قراره تو 3 ماه اول وارد بشه که از این 10,000 تا 2,500 تاش وارد. البته که 2,500 تا خودرو هم قراره بدن به تاکسی‌ها و این 7,500 تا دیگه‌اش تا مثلا فکر کنم یک ماه و نیم دیگه وارد. و سیاستگزار برنامه‌اش اینه که امسال حدود 100,000 خودرو رو تا آخر سال خودرو برقی رو وارد بکنه. راجع به سال دومتون که در ایران خودرو تولید میشه، خودرو برقی در حال حاضر خب مغروم به صرفه نیست و شرکت خودروسازی در ایران خودرو برقی تولید نمیکنه، ولی ما شرایط تولید رو داریم. حالا هم منابعش رو داریم، هم حقوق و دستمزد ارزون تو ایران، قیمت بهای تمام شده، میتونه با یک سیاست کلی و کارشناسی شده بهای تمام شده خودرو برقی کمتر باشه. حتی کشور ما میتونه رقابت کنه با کشورهای دیگه. ببینید، راجع به سال بعدیتون، در ما که تولید خودرو برقی نداریم در کشورمون، ولی این ظرفیت موجود هست که بخوایم این کار رو انجام بدیم. منتها خب یک شرایط خاصی داره، باید کارشناسی بشه. ما هم منابع تولید باتری رو داریم، معادن داریم و هم اینکه حقوق و دستمزد ارزان داریم تو کشورمون و این میتونه بهای تمام شده رو خیلی پایین‌تر در بیاره.